به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. با یکی دیگر از حکایات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما است. لطفاً از کانال حمایت کنید و نشر دهید. اجرکم عند الله. اسلام آوردن بلال حبشی رضی الله عنه و تحمل مشکلات و مصائب. بلال حبشی یکی از اصحاب بزرگوار و مؤذن مسجد نبوی بود. او که در ابتدا غلام یکی از کفار بود، وقتی مشرف به اسلام شد با انواع شکنجه و آزار روبرو گشت. امیه بن خلف که سرسخت‌ترین دشمن مسلمانان بود، در گرمای شدید و به هنگام نیمروز بر ریگ‌های داغ و سوزان او را می‌خواباند و بر سینه‌اش سنگ گران می‌نهاد که بر اثر آن نمی‌توانست حرکت کند و می‌گفت یا باید در همین حال بمیری و یا این که از اسلام دست بکشی. ولی بلال در همین حال احد احد می‌گفت، یعنی معبود من یکتاست. شبها او را با زنجیر می‌بستند و تازیانه می‌زدند و روزها بر ریگ‌های داغ می‌خواباندند تا زخم‌ها تازه‌تر شوند و از اسلام برگردد و یا در همان حال بمیرد. کسانی که وی را شکنجه می‌دادند خسته می‌شدند. گاهی نوبت شکنجه به ابوجهل می‌رسید، گاهی به امیه بن خلف و گاهی به دیگران، و هر یک از آنها می‌کوشید تا تمام سعی خود را در شکنجه دادن به کار برد. وقتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او را در این حال مشاهده کرد، وی را از صاحبش خریداری و آزاد نمود. چون عرب‌ها بت‌پرست بت‌های خویش را نیز معبود می‌دانستند و اسلام در مقابل آنان تعلیم توحید می‌داد، و همین جهت بر زبان حضرت بلال همیشه ورد احد احد معبود من یکتاست جاری بود. این نتیجه محبت و عشق واقعی است. ما در ارتباط و محبت‌های ظاهری هم می‌بینیم که اگر با کسی محبت داشته باشیم از گفتن نام او لذت می‌بریم و همیشه نامش را بر زبان می‌آوریم. با توجه به اینکه محبت الله تعالی حد و حدودی ندارد و همین محبت است که باعث نجات آدمی در هر دو جهان خواهد شد. به همین دلیل بود که حضرت بلال با شکنجه‌های مختلف روبرو می‌شد. مشکلات و مشقات سختی را تحمل می‌کرد. به دست نوجوانان مکه سپرده می‌شد تا آنان ریسمان در گردن وی بیاندازند و در کوچه‌ها و خیابان‌ها بگردانند. ولی در تمام حالات همان احد احد، خدا یکی است، خدا یکی است ورد زبانش بود. پاداش تحمل این مشقات این شد که به میمنت آن به عنوان مؤذن بارگاه نبوت انتخاب شد و مسئولیت از آن چه در سفر و چه در حال اقامت بر عهده وی قرار گرفت. بعد از وفات رسول اکرم تاب ماندن در مدینه را نیاورد و قصد کرد تا باقی زندگی را در راه جهاد سپری کند. چنانکه به همین منظور از مدینه خارج شد و تا مدت مدیدی به این شهر باز نگشت. یک بار حضرت رسول را در خواب دید که ایشان فرمودند ای بلال، این چه ظلمی است که نزد ما نمی‌آیی؟ وقتی بیدار شد فوراً به سوی مدینه حرکت کرد. حضرت حسن و حضرت حسین پیشنهاد کردند تا در مدینه اذان گوید. او پیشنهاد آنها را پذیرفت و شروع به گفتن اذان کرد. با شنیدن صدای وی خاطره عصر زندگی رسول اکرم در دلها تجدید شد و زنان خانه نشین هم از خانه‌های خود بیرون آمدند و شروع به گریه کردند. پس از چند روز اقامت در مدینه از آنجا رخت سفر بست و در سال 20 هجرت در حوالی دمشق دار فانی را وداع گفت.